اگر در کامپیوتر یا لپتاپت این ارور یا این ارور رو می‌بینی، یعنی که ویندوز اکتیو نیست. بیا تو چند ثانیه بهت یاد بدم چجوری ویندوز تو اکتیو یا فعال کنی. سایت گوگل بشین، عبارت اکتیو ویندوز رو بنویسید و اولین سایتی که برای ما باز میشه saf98.ir هست. بعد در قسمت سایت saf98.ir به سمت پایین میایید، روی فعالساز ویندوز و آفیس کلیک کنید که یک فایل کم حجم هست. حالا وارد پوشه دانلود هاتون بشید، یک فایل زیپ شده است، روش راست کلیک کنید، عبارت اکسترکت فایل رو بزنید و دکمه اوکی. در پنجره‌ای که برامون باز میشه فقط کافیه رمز فایل رو بزنید، دکمه اوکی. در پوشه‌ای که برامون ایجاد شد روی ویندوز راست کلیک کنید، بعد گزینه ران از ادمینستریتور رو بزنید. بعد برای اینکه بتونید ویندوزتون رو اکتیو بکنید عدد 1 رو وارد کنید، چند لحظه ای رو صبر کنید و زمانی که گزینه پریس انیکی براتون بیاد یعنی که ویندوز شما اکتیو شد. اگر دوست دارین آموزش متنی فعالسازی ویندوز رو در دایرکت براتون ارسال کنم، فقط کافیه این ویدیو رو لایک کنید، سیو کنید و نظر خودتون رو زیر این پست کامنت کنید.